چشماتو ببند و تصور کن جایی زندگی میکنی که ساعت، قطار و حتی مردم ثانیه‌ای خطا نمیرن. جایی که هوای صبحش بوی نظم میده و صدای شهر مثل موسیقی آرومه. هیچ کس توی صف داد نمیزنه، هیچ راننده‌ای بوق نمیزنه و هیچ کس از فردا اصلا نمیترسه. نه چون معجزه‌ای رخ داده، بلکه چون مردم یاد گرفتن چطوری با عقل، قانون و احترام دنیای خودشون رو بسازن. اینجا سوئیسه، کشوری که انگار زندگی رو از نو تعریف میکنن. اما واقعا اونقدر که به نظر میرسه بهشته، یا فقط ما از دور داریم رویای یه نظم بی‌نقص رو میبینیم؟ امروز میخوایم درباره زندگی در سوئیس صحبت کنیم. حتما کانال ما رو دنبال کنید. تصور کن که صبح زود توی شهری بیدار میشی که ساعت روی برج کلیسا هنوز زنگ نزده، ولی اتوبوس سر دقیقه‌ای که گفته بود جلوی ایستگاه توقف میکنه. هیچ صدایی از بوق، فریاد یا عجله شنیده نمیشه. بوی قهوه از کافه‌های کوچیکی که در کوچه بالا میاد و تو با اطمینان عجیبی از این که روزت قراره طبق برنامه پیش بره قدم میزنی. اینجا سوئیسه، کشوری که انگار با مفهوم نظم و اعتماد ساخته شده. اما بذار از یک زاویه واقعی‌تر شروع کنیم. وقتی حرف از سوئیس میزنیم، بیشتر مردم تصویر بانک‌ها، شکلات و ساعت‌های گرون قیمت تو ذهنشون میاد. اما واقعیت اینه که اون چیزی که این کشور رو خاص کرده، ثباته. یه ثباتی که توی اقتصاد، سیاست و حتی توی رفتار مردمش ریشه کرده. سوئیس یکی از معدود کشورهاییه که در طول قرن 20 تقریباً هیچ بحران اقتصادی بزرگ یا کوچیکی رو به اون معنا تجربه نکرده. تورمش همیشه جزو پایین‌ترین‌ها در اروپا و جهان بوده. مثلا در سالهای اخیر تورم سالانه معمولاً بین 1 تا 2% بوده. برای مقایسه همین عدد توی ایران، کشور ما، بعضی سالها از 40 یا حتی 50% هم گذشته. اینجا مردم میتونن آینده مالی خودشون رو پیش بینی کنن. یه خانواده معمولی میدونه که اگر امروز حقوقش مثلا 5000 فرانک در ماهه، سال بعد هم دقیقاً تقریباً همین مقدار رو داره. اون حس امنیت اقتصادی دقیقاً همون چیزیه که خیلی از جوامع درگیرش هستن. اما سوئیس فقط کشوری برای درآمد بالا نیست. نه، واقعیتش پیچیده تره. اینجا درآمد بالا با هزینه‌های بالای زندگی همراهه. مثلا اجاره یه آپارتمان کوچیک در زوریخ ممکنه حدود 2000 فرانک باشه، ولی تفاوتش با کشوری مثل ایران اینه که در سوئیس حداقل حقوق به تنهایی میتونه نیازهای پایه یک زندگی رو به طور کامل پوشش بده. دولت با سیستم مالیاتی هوشمندی که داره اجازه نمیده فاصله طبقاتی به یک شکل عجیب و فاجعه بار تبدیل بشه. حتی کسی که شغل ساده تری داره، مثل کارگر خدماتی یا فروشنده سوپرمارکت، میتونه سفر بره، بیمه درمانی داشته باشه و احساس فقر نکنه. یه نکته جالب اینه که سوئیس برخلاف خیلی از کشورهای ثروتمند اصلاً به نفت یا منابع زیرزمینی وابستگی نداره. ثروتش از اعتماد جهانی میاد. یعنی همه چیزی که باعث شده بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی پولشون رو به این کشور بسپارن، ولی برخلاف تصور دولت سوئیس این اعتماد رو فقط با سیاست‌های بانکی نساخته، با شفافیت، ثبات سیاسی و احترام به قانون به وجود آورده. یه مثال ساده اگر بخوام بزنم، توی سوئیس حتی رأی‌گیری‌ها برای ساخت یه پل هم ممکنه به همه پرسی انجام بشه. یعنی مردم واقعا در تصمیمات خرد و کلان کشورشون به طور کامل دخیلن. این حس مشارکت باعث میشه مردم مالیات بالا بدن ولی ناراحت نباشن، چون میدونن اون پول دقیقاً کجا خرج میشه. تو مقایسه با ایران که مردم اغلب احساس میکنن مالیات‌ها و بودجه‌ها گم میشن، این تفاوت خیلی معنا داره. نتیجهش اینه که تو کوچه‌های سوئیس نه فقر مطلق میبینی، نه ثروت بی‌حساب و کتاب یه نفر. یه نوع تعادل اجتماعی که حاصل دهه‌ها برنامه‌ریزی و اعتماد مقابل بین مردم و دولت بوده. شاید بتونی بگی سوئیس یه مثال ساعت دقیقه که خیلی دقیق و تنظیم کار میکنه، اما پشت اون دقت فلسفه‌ای هست به نام زندگی با نظم و احترام متقابل. و دقیقاً همینجا نقطه‌ایه که باید بریم سراغ بخش بعدی، یعنی فرهنگ و سبک زندگی مردم سوئیس. جایی که میفهمی چرا این کشور اینقدر منظم و آرومه و در عین حال چطور تونسته روح انسانی خودش رو همچنان حفظ بکنه. وقتی از اقتصاد سوئیس حرف میزنیم نمیتونی از مردمش جداش کنی، چون واقعا نظم اقتصادی اون کشور از ذهن و رفتار مردمش میاد، نه از قوانین دولت. توی سوئیس مردم یه جور خاصی زندگی میکنن، آروم، دقیق و در عین حال با احترام به حریم بقیه. تو خیابونها نه صدای بوق میشنوی، نه کسی وسط پیاده‌رو ایستاده و حرف بزنه و راه رو بند بیاره. حتی وقتی سطل زباله‌ای پر میشه، آدمی که از کنارش رد شده با اینکه اون سطل زباله پره، باز هم آشغال خودش رو نمیندازه داخل کوچه یا خیابون، چون نظم براش یک قانون بیرونی نیست، بخشی از شخصیتشه. جالبه بدونی که در فرهنگ سوئیسی وقت‌شناسی یکی از نشونه‌های احترامه.
اگه یه قرار کاری ساعت 9 باشه، 9:01 یعنی تأخیر. حتی دوست صمیمیت هم ممکنه ازت ناراحت بشه، چون تو فرهنگش وقت یعنی تعهد. در حالی که تو ایران با همه گرمی و روابط انسانی زیاد، وقت کشی یه جور عادت شده. این تفاوت شاید ساده به نظر بیاد، اما همین تفاوت‌های ریز باعث میشه جامعه‌ای مثل سوئیس بتونه بدون نظارت پلیس یا دوربین خودش رو منظم نگه داره. اما نظم به تنهایی یک جامعه رو شاد نمی‌کنه. چیزی که سوئیسی‌ها به شکل عجیبی توش موفقن، تعادل بین کار و زندگیه. اینجا مردم برای زندگی کار میکنن، نه برعکس. یه کارمند بانک ممکنه که ساعت 5 عصر کامپیوترش رو خاموش کنه، بره کوهنوردی یا دوچرخه سواری. کسی ازش نمیپرسه چرا بیشتر کار نکردی یا چرا اونقدر به استراحت اهمیت داری، چون باور دارن انسان وقتی خسته هست نمیتونه خلاقیت خاصی از خودش نشون بده. و شاید همین فلسفه باعث شده که با وجود کوچیکی کشور، سوئیس همیشه جزو نوآورترین اقتصادهای جهان بوده. مردم اینجا حتی توی کارهای ساده دنبال دقت و کیفیتن. یه نانفروش معمولی توی ژنو ممکنه صبحها ساعت 4 بیدار شه تا نونش دقیقاً به اندازه 2 دقیقه بیشتر پخت بشه، چون باور داره کیفیت یعنی احترام به مشتری. یه نکته جالب دیگه این که سوئیسی‌ها به شدت اهل حفظ حریم شخصی هن. نه فقط در خونه، بلکه در زندگی اجتماعی هم. کسی ازت سوال شخصی نمیپرسه، تو صف بهت نزدیک نمیشه یا از روی کنجکاوی به زندگیت سرک نمیکشه. در نگاه اول ممکنه این رفتار سرد به نظر بیاد، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها که معاشرت و صمیمیت برامون بخش به شدت بزرگی در زندگیمونه. ولی اگه یه مدت بینشون زندگی کنی، میفهمی که اون فاصله در واقع یه جور احترامه. اونا ترجیح میدن رابطه‌های صادقانه‌ای داشته باشن، نه پر از تعارف. جالبه که حتی در مهمونی‌ها هم خبری از ولخرجی‌های عجیب نیست. غذاها ساده‌ان، حرف‌ها واقعی و کسی سعی نمی‌کنه خودش رو بهتر از اون چیزی که هست نشون بده یا خودش رو آرایش کنه از نظر شخصیتی. شاید این یکی از دلایلیه که سطح اعتماد عمومی توی سوئیس اونقدر بالاست، چون کسی نقش بازی نمی‌کنه. در عین حال مردم سوئیس شدیداً به طبیعت وابسته‌اند. برای خیلی‌ها کوه و دریاچه فقط یه منظره نیست، یه بخشی از هویت ملیشونه. روزهای تعطیل خانواده‌ها برای پیاده‌روی به دل کوه‌ها میرن. بچه‌ها یاد میگیرن با محیط زیست مهربون باشن. برخلاف ایران که تو بعضی شهرها هنوز فرهنگ تفکیک زباله یا حفظ محیط زیست اصلا جا نیفتاده. اینجا بچه‌ها از همون مدرسه یاد میگیرن که زمین خونه هممونه، نه فقط محل زندگی خودمون. ولی شاید مهمترین بخش فرهنگ سوئیسی مفهوم اعتماد مقابل باشه. تو خیلی از شهرها مغازه‌هایی هستن که فروشنده اصلا ندارن، فقط یه قفسه و یه صندوق. مردم خودشون جنس رو برمی‌دارن و پولش رو میذارن. کسی دوربین نمیذاره، چون جامعه به بلوغی رسیده که اگر کسی خلاف کنه، بیشتر از قانون نگاه دیگران خجالت زدش میکنه. تو ایران هم هنوز میتونی نمونه‌ای از این اعتماد پیدا کنی. مثلا وقتی مغازه‌دار بهت میگه ببر فردا پولشو بیار. ولی این رفتار در سوئیس تبدیل به یک ساختار فرهنگی شده. فرهنگ سوئیسی‌ها رو میشه در یک جمله خلاصه کرد: هر کاری که میکنی درستش رو انجام بده، حتی اگر کسی اصلا نگاهت نمیکنه. وقتی از بیرون به سوئیس نگاه میکنی ممکنه فکر کنی که نظم و موفقیت‌های مردمش فقط به خاطر قوانین سختگیرانه است. ولی اگه دقیق تر بشی میفهمی ریشه اصلی این نظم از همون سالهای ابتدایی مدرسه شکل میگیره. سیستم آموزشی سوئیس یکی از متفاوت‌ترین و در عین حال کارآمدترین سیستم‌های دنیاست، چون برخلاف خیلی از کشورها هدفش ساختن آدم باسواد نیست، هدفش ساختن آدم توانمنده. کودک سوئیسی از همون دبستان یاد میگیره که چطور فکر کنه، تصمیم بگیره و مسئولیت کارش رو بپذیره. در مدرسه ها خبری از حفظ کردن حجم زیادی از کتاب ها نیست. معلم ها به جای اینکه دانش آموز رو مجبور کنن پاسخ درست رو بگه، ازش میپرسن چرا این پاسخ رو انتخاب کردی. حتی نمره دادن هم خیلی وقتا بر اساس میزان تلاش و خلاقیت انجام میشه، نه صرفا نتیجه امتحان. یه چیز جالب دیگه، تقسیم مسیر تحصیلی بعد از مقطع ابتدایی حدود سن 12 تا 13 سالگی، دانش آموزا بر اساس علاقه و استعداد به دو مسیر کلی تقسیم میشه. یه گروه به سمت آموزش‌های آکادمیک میرن برای ورود به دانشگاه‌ها و گروهی دیگه وارد سیستم آموزشی فنی و حرفه‌ای میشن که در واقع ترکیبی از درس و کار واقعی و فیزیکیه. مثلا یه نوجوان ممکن نصف هفتهش رو در مدرسه بگذرونه و نصف دیگر رو در یک کارگاه یا یه شرکت واقعی کار بکنه. یعنی سوئیس از همون دوران نوجوانی یاد میده که کار کردن بخشی از آموزش زندگیه، نه چیز جدا از اون. در حالی که در خیلی از کشورها از جمله ایران، دانش آموزا تا آخر دبیرستان درگیر کنکور، فرمول و حفظیاتن. در سوئیس یاد میگیری چطور به صورت عملی مهارت کسب کنی. به این دلیله که وقتی به جوان سوئیسی وارد بازار کار میشه، نه فقط مدرک داره، بلکه تجربه واقعی هم داره.
دانشگاه‌های سوئیس هم به همین اندازه پیشرفت کردند. دانشگاه ATH زوریخ که آلبرت انیشتین هم اونجا درس خونده از نظر علمی با دانشگاه MIT و کمبریج رقابت میکنه، ولی حتی در اون سطح هم سیستم آموزشی به جای حفظ کردن فرمول‌ها روی پرسشگری تمرکز داره. دانشجوها آزادانه استادشون رو به چالش میکشن، حتی در کلاس‌ها بحث میکنن و گاهی مسیر درس به تصمیم خود دانشجو تغییر میکنه. پس همه جالب‌تر، نظام آموزشی سوئیس کاملاً غیر متمرکزه، یعنی هر ایالت قوانین آموزشی خودش رو داره. این استقلال باعث شده سیستم آموزشی همیشه پویا و مناسب با نیازهای اون منطقه باشه. برای مثال در مناطق روستایی آموزش‌های کشاورزی و فنی بیشتری بجدن بهشون، ولی در شهرهایی مثل زوریخ یا زونیخ تمرکز روی فناوری، اقتصاد و زبان‌های خارجیه. در نتیجه سوئیس تونسته یکی از پایدارترین نرخ‌های بیکاری در اروپا و جهان رو حفظ کنه، چون بین تحصیل و کار فاصله خیلی ننداخته. در واقع اینجا مدرک فقط یک کاغذ نیست، بلکه نشونه آمادگی فرد برای ایفای نقش در جامعه خودشه. یه تفاوت ظریف هم اینجا هست. در ایران خانواده‌ها معمولاً با فشار زیاد بچه‌ها رو به سمت دانشگاه میفرستن، چون مدرک دانشگاهی هنوز یک نوع اعتبار اجتماعی محسوب میشه. ولی در سوئیس کسی به خاطر شغل فنی احساس پایین‌تر بودن نمی‌کنه. یه تعمیرکار قطار یا برقکار میتونه درآمدی بالاتر از یک کارمند بانکی داشته باشه و جامعه به همون اندازه بهش احترام میذاره. همین برابری ارزش‌ها باعث شده سوئیسی‌ها از کودکی یاد بگیرن موفقیت یعنی مفید بودن، نه فقط مدرک داشته. و شاید برای همین وقتی بزرگ میشن به جای رقابت با هم سعی میکنن نقش خودشونو در نظم کلی جامعه پیدا کنن. سیستم آموزشی سوئیس به نوعی یه مدرسه برای زندگی و همین طرز فکری که بعدها توی اقتصاد، سیاست و حتی روابط اجتماعی مردم دیده میشه، چون اونا از همون بچگی یاد گرفتن هر چیزی باید دلیل و نظم خودش رو داشته باشه. وقتی از بیرون به سوئیس نگاه میکنی، یکی از چیزهایی که زود به چشم میاد چهره‌هایی هست که پر از اطمینان و آرامشه، نه فقط به خاطر نظم یا اقتصاد قوی، بلکه چون یک احساس امنیت عمیق در زندگی روزمره دارن، مخصوصا وقتی که پای سلامت و درمان وسط باشه. در سوئیس بیماری هرگز مساوی با فقر نیست. شاید این جمله ساده به نظر بیاد، اما برای خیلی از کشورها یه آرزوی دوردست محسوب میشه. سیستم درمانی سوئیس یکی از پیچیده‌ترین اما کارآمدترین سیستم‌های دنیاست. اینجا دولت بیمارستان نمیسازه تا همه چیز رو خودش اداره کنه، بلکه با طراحی دقیق و قوانین و نظارت سختگیرانه اجازه میده بخش خصوصی خدمات درمانی رو به بالاترین کیفیت ارائه بده. نتیجه رقابت بین شرکت‌های بیمه، بیمارستان‌ها و پزشکا باعث شده کیفیت بالا بره، اما در عین حال هیچکس از این رقابت جا نمیمونه. در سوئیس هر شهروند باید بیمه درمانی داشته باشه، ولی نکته جالب اینه که بیمه‌های دولتی اجباری هم وجود نداره به اون معنا. مردم خودشون شرکت بیمه‌شون رو انتخاب میکنن، مثل انتخاب یک اپراتور یا یک نوع سیم کارت. شرکت‌ها موظفن حداقل خدمات درمانی پایه رو برای همه ارائه بدن، از ویزیت دکتر گرفته تا بستری و داروهای ضروری. هزینه بیمه‌ها ماهانه ممکنه بین 300 تا 500 فرانک باشه، ولی برای خانواده‌های کم درآمد دولت به صورت مستقیم بخشی از هزینه‌های بیمه رو پرداخت میکنه. یعنی حتی کسی که کمترین درآمد رو داره همچنان از بهترین خدمات پزشکی برخورداره. سیستم سلامت سوئیس طوری طراحی شده که پیشگیری همیشه مهمتر از درمانه. مثلا اگه برای چکاپ سالانه بری و اقدام کنی پیش دکتر، بیمه هزینه‌اش رو کامل پوشش میده، چون هدفش اینه که بیماری‌ها قبل از جدی شدن شناسایی بشن. برای همین میانگین طول عمر در سوئیس از بالاترین در جهانه، حدود 84 سال. و جالبه که مردم فقط عمر طولانی ندارن، بلکه عمر سالم دارن. یه نکته دیگه که باعث تفاوت سوئیس شده اعتماد مردم به سیستم درمانه. بیمار وقتی وارد بیمارستان میشه نمیترسه که اشتباهی رخ بده، چون همه چیز شفافه، از قیمت دارو گرفته تا نحوه درمان همه چیز به صورت واضح در پرونده بیمار ثبت میشه. پزشکان معمولاً توضیح میدن چرا دارویی تجویز میکنن یا چرا عمل خاصی لازمه. این شفافیت حس امنیت عجیبی به مردم میده. در مقایسه با ایران شاید تفاوت اصلی در همین احساس امنیت باشه. در ایران حتی اگر دکتر خوب پیدا کنی، هزینه‌ها و نوسانات قیمت دارو ممکنه نگران کننده باشه، اما در سوئیس هیچ دارویی بدون نسخه فروخته نمیشه. قیمت‌ها ثابت و کنترل شده است و بیمه‌ها حتی هزینه‌های رواندرمانی یا جلسات مشاوره را تا حد زیادی پوشش میدن. در واقع سلامت روان هم به اندازه سلامت جسم اهمیت داره. از طرفی بیمارستان‌ها با فناوری‌های پیشرفته‌ای که کار می‌کنن بعضی وقتا شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه. ربات‌هایی که دارو میبرن، سیستمایی که نتایج آزمایش رو در لحظه برای پزشک میفرستن و پرونده‌هایی که همه چیز درش درج میشه. ولی با همه این تکنولوژی‌ها چیزی که بیشتر از همه احساس می‌کنن احترام انسانیه. پرستار با حوصله رفتار همه چیز رو بررسی می‌کنه و گوش میده. پزشک لبخند میزنه و کسی احساس بی‌اهمیت بودن نمی‌کنه. یه مثال ساده اما تاثیرگذار. توی سوئیس اگر تصادف کنی اول آمبولانس نمیپرسه بیمه داری یا نه، فقط میپرسه کجایی. این شاید خلاصه تمام فلسفه درمانی سوئیس باشه. انسان بودن مهمتر از هر چیز دیگه است.
دولت هم فقط ناظر نیست، دائم در حال بررسی داده‌ها و اصلاح سیاست‌هاست. اگر جایی هزینه‌ها بالا بره یا بیمه‌ها شروع به سوء استفاده کنن، قانون در کمترین زمان ورود میکنه، چون اعتماد عمومی مهمترین سرمایه نظام سلامت به شمار میاد. و شاید جالب‌ترین بخش ماجرا اینه که توی سوئیس مردم به ندرت نگران آینده درمانیشون هستن. یعنی پیر شدن، بیماری یا حتی تصادف چیزی نیست که باعث اضطراب دائمی بشه. در واقع سیستم طوری طراحی شده که تو فقط به زندگی کردن فکر می‌کنی، نه به ترس از هزینه‌ها و آینده نامعلوم. وقتی از امنیت در سوئیس حرف میزنیم، باید حواست باشه که اینجا امنیت فقط به معنای نبود جرم یا پلیس زیادی نیست. امنیت در سوئیس یک مفهوم عمیق‌تر داره. ترکیبی از اعتماد، ثبات و مسئولیت پذیری جمعی. اینجا مردم حس میکنن کشورشون واقعا دست خودشونه، نه در اختیار سیاستمدارانی که از بالا تصمیم میگیرن. سوئیس یکی از خاص‌ترین نظام‌های سیاسی دنیاست. نه پادشاه داره، نه رئیس جمهور به اون معنای عمومیش. در واقع کشور با یک ساختاری به اسم شورای فدرال اداره میشه. یک گروه 7 نفره که هر کدوم نماینده بخشی از دولتن و با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن. ریاست جمهوری هم فقط یک عنوان نمادینه و هر سال بین اعضای شورا میچرخه. یعنی در سوئیس هیچ کس نمیتونه قدرت رو برای مدت طولانی در دست خودش نگه داره. قدرت بین همه تقسیم شده، درست مثل ساعت‌های سوئیسی. همه چرخدنده‌ها با هم حرکت میکنن، نه یکی به تنهایی. اما جالبتر از ساختار سیاسی شیوه تصمیم گیریه. تقریباً برای هر موضوع مهم، از ساخت بزرگراه گرفته تا پیوستن به توافق‌های بین‌المللی، همه پرسی برگزار میشه. مردم با رأی خودشون تصمیم میگیرن و با دولت فقط مجری اراده اون جمعیته. و همین خاطر اعتماد به سیستم سیاسی اینجا فوق‌العاده بالاست، چون مردم میدونن هر تصمیمی که گرفته بشه حاصل نظر خودشونه. این حس مشارکت تأثیر مستقیمی روی امنیت داره. وقتی مردم احساس کنن دیده میشن، کمتر عصبانی میشن، کمتر میخوان قانون رو دور بزنن. به همین دلیله که در سوئیس سطح جرم و جنایت جز پایین‌ترین ها در دنیا و حتی اروپا است. در بیشتر شهرها حتی نیمه شب هم میتونی تنها قدم بزنی بدون اینکه استرسی از خطر یا دزدی داشته باشی. پلیس زیادی نمیبینی در شهر، چون نیازی اصلا نیست. جامعه خودش ناظره. یه مثال جالب، در بسیاری از مناطق روستایی مردم هنوز در خونه‌هاشون رو اصلا قفل نمی‌کنن. نه به این خاطر که ساده‌اند، بلکه چون سیستم اعتماد عمومی رو طوری طراحی کرده که دزدی وجود نداره. نوعی بی‌احترامی بزرگ دزدی به جامعه. در ایران امنیت اجتماعی بیشتر با نظارت تعریف میشه. یعنی تا وقتی که پلیس هست، قانون رعایت میشه. ولی در سوئیس امنیت از درون جامعه میاد، نه از بیرون. اون حس تعلق جمعی و اعتماد به قانون خودش بهترین دوربین مداربسته است. از نظر سیاسی هم سوئیس یه پدیده است. از قرن 19 تا امروز در هیچ جنگی شرکت نکرده. کشوری بی‌طرف که با همه دنیا رابطه داره، ولی با هیچ کس دشمن نیست. حتی در جنگ‌های جهانی دوم، با وجود اینکه دور تا دورش کشورهای درگیر جنگ بودن، تونست با سیاست بی‌طرفی و دیپلماسی دقیق از درگیری‌ها مستقل خودش رو دور کنه. بی‌طرفی برای سوئیس فقط یک شعار نیست، یک استراتژی ملیه. دولت به جای اینکه درگیر جنگ‌های سیاسی بشه، تمرکزش روی میانجیگری و همکاری‌های گذشته بسته. به همین دلیله که مقر سازمان‌هایی مثل صلیب سرخ جهانی و بخش مهمی از سازمان ملل در ژنو قرار داره. سوئیس عملاً تبدیل شده به زمین بی‌طرف دنیا، جایی که کشورها وقتی نمیتونن با هم حرف بزنن، اینجا مذاکره میکنن. از نظر امنیت سیاسی داخلی هم فساد تقریباً وجود نداره، چون ساختار حکمرانی طوری طراحی شده که هیچ فرد یا حزبی نمیتونه به تنهایی تصمیم بگیره. همه چیز با رأی جمعیه. بررسی‌های عمومی و شفافیت انجام میشه. حتی حقوق مقامات دولتی هم علنیه و مردم میتونن اون رو ببینن. تصور کن در کشوری زندگی میکنی که میدونی دقیقاً مالیاتت کجا خرج میشه و چه کسی بابتش مسئولیت داره. اون وقت چطور ممکنه به سیستم اعتماد نکنی؟ امنیت در سوئیس یعنی آرامش روزمره. یعنی وقتی بچت صبح تنها مدرسه میره، مطمئنی سالم برمیگرده. یعنی وقتی دولت قانونی تصویب میکنه، میدونی پشتش نیت شخصی نیست. و شاید برای همین سوئیسی‌ها کمتر از هر ملت دیگه‌ای از سیاستمداراشون میترسن. وقتی از قوانین در سوئیس صحبت میکنیم، در واقع درباره یکی از دقیق‌ترین و منطقی‌ترین سیستم‌های حقوقی دنیا حرف میزنیم. اینجا قانون فقط مجموعی از ممنوعیت‌ها نیست، بلکه یک نقشه همزیستیه. سوئیسی‌ها به قانون مثل یک چیز بیرونی نگاه میکنن. براشون قانون بخشی از فرهنگ و اخلاق اجتماعیه. شاید همین نگاه باعث شده اجرای قانون توی این کشور نیازی به تهدید یا اجبار نداشته باشه. در سوئیس حتی قوانین خیلی جزئی هم با مشارکت خود مردم نوشته میشن. فرض کن دولت تصمیم میگیره مالیات جدیدی برای محیط زیست وضع کنه.
نمیتونه به یک طرفه و برای خودش این کار رو انجام بده. باید موضوع رو در قالب یک هم‌پرسی مطرح کنه، نظر شهروندان رو بپرسه و اگر اکثریت مخالف بودن قانون رو باطل کنه. یعنی در سوئیس هیچ تصمیمی از بالا به مردم تحمیل نمیشه. این فرآیند گاهی طولانیه ولی نتیجهش یه چیزه. مردم به قوانین احترام میذارن چون خودشون اونا رو انتخاب کردن. از لحاظ ساختار حقوقی قوانین در سوئیس ساده اما شفافن. هیچ بند مبهم یا دو پهلویی نوشته نمیشه. همه چیز باید طوری تنظیم بشه که حتی یه شهروند معمولی هم بتونه معنی قانون رو بفهمه. همین شفافیت باعث شده فساد اداری تقریبا به صفر برسه. وقتی قانون روشنه، جایی برای تفسیر شخصی یا سوء استفاده باقی اصلا نمیمونه. یه نکته جالب اینه که مجازات‌ها در سوئیس خیلی سنگین نیستن ولی قطعی‌اند. یعنی اگر جرمی اتفاق بیفته مطمئنا مجرم مجازات میشه، نه به خاطر شدت مجازات بلکه به خاطر قطعیت اجرا و همین حس عدالت باعث شده مردم قانون مدارتر باشن، برخلاف بعضی کشورها مثل خودمون که قوانین زیاد ولی اجراشون متناقضه. در سوئیس قانون کمتره ولی واقعی‌تر. در زندگی روزمره هم مردم قوانین رو با دقت رعایت میکنن. حتی عبور از چراغ قرمز برای عابر پیاده با اینکه شاید خیابون خالی باشه تقریبا اتفاق نمیافته، چون قانون برای مردم یک توافق جمعیه، نه فقط دستور دولت و از بالا. اگر بخوای از زاویه فرهنگی نگاه کنی میشه گفت قانون در سوئیس نوعی احترام متقابل سازمان یافته است. اما یکی از چیزهایی که واقعا جذابه در مورد سوئیس نحوه برخوردش با جهان بیرونه. با وجود کوچکی کشور، سوئیس تاثیر زیادی روی روابط بین‌المللی داره. اول از همه به خاطر همون بی‌طرفی تاریخیش، سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست، اما روابط اقتصادی عمیق و منظمی با تمام کشورهای اعضا داره. یعنی طوری تعامل میکنه که نه وابسته بشه، نه منزوی. در سیاست خارجی سوئیس معمولا نقش میانجی رو داره. وقتی بین دو کشور تنش یا جنگ رخ میده، اغلب یکی از اولین جاهایی که برای مذاکره انتخاب میشه شهر ژنو. از مذاکرات صلح گرفته تا نشست‌های بین‌المللی هسته‌ای، ژنو همیشه محل گفتگو بوده. اون به خاطر اینکه دنیا به این کشور اعتماد داره، چون مطمئن سوئیس دنبال منافع خودش نیست، دنبال ثبات جهانه. جالبه بدونی حتی در مسائل مهاجرتی هم نگاه سوئیس متفاوته. برخلاف بعضی کشورهای اروپایی که سیاست‌های سختگیرانه دارن، سوئیس سعی کرده بین نیازهای اقتصادی و حفظ فرهنگ ملی تعادل برقرار کنه. بیش از 25% جمعیت کشور رو مهاجرا تشکیل میدن، ولی جامعه هیچ وقت دچار شکاف شدید فرهنگی نمیشه، چون قانون برای همه یکسانه. نه سوئیسی بودن امتیاز اضافی میاره و نه مهاجر بودن مجازات. همه در برابر قانون برابرن و این برابر قانون همون چسبیه که جامعه رو کنار هم نگه میداره. در مقایسه با ایران شاید تفاوت اصلی در همین شفافیت باشه. در ایران قانون زیاد داریم اما اجرای نابرابرش باعث میشه اعتماد مردم ضعیف بشه. اما در سوئیس حتی اگر با هر تصمیمی مخالف باشی، چون میدونی مسیر تصمیم گیری شفاف و منصفانه بوده، باز هم بهش احترام میزنی و این احترام متقابل بین مردم و قانون باعث شده سوئیس نه تنها از درون پایدار بمونه بلکه از بیرون هم به عنوان یکی از باثبات‌ترین کشورهای دنیا شناخته بشه. در جهانی که هر روز درگیری، جنگ، تحریم یا بحران‌های سیاسی، سوئیس مثل یک جزیره آروم وسط طوفانه و شاید همین راز ماندگاریشه. نه فقط ثروت، نه فقط تکنولوژی، بلکه اعتماد متقابل بین مردم، دولت و قانون. یه چرخه طلایی که اگر یک کشور بتونه بسازه، دیگه هیچ بحرانی نمیتونه تکونش بده یا تهدیدی داشته باشه براش. در آخر چیزی که واقعا سوئیس رو خاص میکنه فرهنگ رضایت زندگیه. نه اینکه مردم هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن، ولی یاد گرفتن که با نظم و احترام مشکلاتشون رو حل کنن، نه با عصبانیت یا ناامیدی. شاید به همین دلیله که توی نظرسنجی‌های جهانی مردم سوئیس همیشه جز راضی ترین ملت‌های دنیا هستن. در مقایسه با ایران تفاوت اصلی شاید در همین نگاه به زمان و آرامشه. در ایران خیلی وقتها زندگی پر از شتاب و بی‌ثباتیه، آینده مبهمه و تصمیم‌های کلان غیر قابل پیش بینی‌اند. اما در سوئیس زندگی مثل یک مسیر صافه که تو میتونی با خیال راحت قدم بزنی. آینده ناشناخته نیست چون جامعه قابل اعتماده. و خب این یعنی رفاه واقعی، رفاهی که از ذهن شروع میشه، نه از حساب بانکی. در نهایت شاید بشه گفت زندگی در سوئیس یک جور تعادل بین تکنولوژی و طبیعته، بین قانون و آزادی، بین کار و لذت. یک کشور کوچیک اما با ذهنیتی بزرگ و مهمتر از همه با مردمی که یاد گرفتن چطور با هم زندگی کنن، نه در برابر هم. اگر از این پادکست خوشت اومد و دوست داری در ادامه کشورهای دیگر رو هم از همین زاویه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و انسانی با هم بررسی کنیم، حتما کانال ما رو دنبال کن تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. ما قرار دنیا رو با چشم بازتر و نگاهی انسانی‌تر ببینیم، جایی که آمار فقط عدد نیست بلکه داستان زندگی واقعی مردمه.